این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظما و جک و جونوراش که هنوز از پتکی که تو نمایش انتخابات خوردن دارن به خودشون میپیچن. اما نکاتی هست که ما باید از این انتخابات درس بگیریم. یکی افزایش مرددین در انتخابات بوده است. طبق بعضی از برآوردها حدود 30% مردد بودند و در انتخابات شرکت نکردند و این مسئله مهمی است، باید بررسی شود، ریشه یابی شود. چرا یک عده‌ای علی‌رغم اینکه مؤمن هستند، علی‌رغم اینکه نظام و رهبری رو دوست دارند، علی‌رغم اینکه کشورشون رو دوست دارند، اما در انتخابات شرکت نکردند؟ عظما میخواست با آسانسور انتخابات بره بالا، اما یه چنین بلایی سرش اومد. این اسکل نظام مقدسم برای اینکه خودش رو از تک و تا نندازه میگه اونایی که رأی ندادن شاکی بودن که چرا نظام کم سرکوب میکنه. ما پیام داشتیم که آقا این مجلس مثلا واسه حجاب چیکار کرد که ما دوباره بریم رأی بدیم؟ چرا قانون حجاب رو تصویب نکرد؟ یعنی اصلا یه دلایل عجیب و غریبی ما میشنیدیم تو اینا. بنابراین حالا دو جمله هم از زبون این عضو قیچی شده استبل ولایت بشنوید که اینطوری با عظما تسویه حساب میکنه. گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود که نمی شود. این آرایی که بدون کارت ملی و شناسنامه به صندوق ها رفت، این خرید و فروش های کلان، اینها حق مردم رو ضایع کرد. از وزیر کشورم تشکر می کنم، من برایشون کد در آوردم که ایشون وزیر بشه و شماها، و ایشون کد در آورد که ما بیفتیم. دستشون درد نکنه از ایشون و از استاندارش. این میخواسته از وزیر کشور رئیسی به عنوان نردبون استفاده کنه، اما چنین بلایی سرش اومد. آخوند پهنیان هم که دید دستش به جایی بند نیست، سوزش خودش از پنبه شدن رشته‌های عظما رو اینطوری برملا کرد. من به این نرسیدم تو انتخابات شرکت کنم. باشه، در مورد این تشخیص روز قیامت با شما صحبت خواهد کرد پروردگار عالم. مگه دل بخواهیه؟ چی دل بخواهیه تو این دنیا؟ تشخیصیه. تشخیص اینجوری دادی؟ چرا به اینجا رسیدی؟ در موردش روز قیامت خدا با شما صحبت خواهد کرد. نمیشه خدا رو پیچوند، نمیشه در رفت. حالا بعد از ضربه‌ای که عظما تو نمایش انتخاباتش نوش جون کرده، دیگه از سایش میترسه. آخوند رئیسی که دید هواپسه، دوربین رو برداشت و برد سیستان بلوچستان تا اینطوری ژست بگیره و شوآف کنه. جوانای سیل زده دشتیاری هم جواب تبلیغات مسخره آخوندا رو اینطوری دادن. یه عبارت من اینگاه تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکو، ولی صندوقای رای وقتی هر چوار که بیتا رسین تانتیدا. واقعا جای تاسفه. مدیریت بحران به سبک آخوندا یه چیزی تو این مایه هاست.
آخوند رئیسی هر اتفاقی هم که بیفته کارخونه تولید سوتی رو تعطیل نمیکنه. اینم جدیدترینش که هکتار رو با میلیارد قاطی کرده. کاشت 1 هکتار کاشت 1 میلیارد درخت برنامه‌ریزی شده و در کشور دنبال میشه. از ویترین آخوند رئیسی و وعده های کشکیش که بگذریم میرسیم به وضع مردم که اینه. فروشگاه جامبو شقایق منطقه 5 تهران به همین راحتی چای دبشو با تخفیف دارن میفروشن. اون از فروش چای دبش، اینم از قیمت چاغال بادوم. خسته نباشید. چاغال بادوم چند؟ کیلویی 3 تومن. 3 میلیون؟ بله 3 میلیون. 3 میلیون تومن میگیره؟ بله. یه زحمت میکشی 2 تا دونه برای ما بکشی. 2 تا دونه. بس 2 تا دیگاره؟ زیادمون هم هست. 2 تا. چقدر شد؟ قابل نداشت. بعدا چه؟ 20 تومن. 20 تومن. دمت گرم. این مشنگ مثلا سخنگوی دولته اما چپ و راست سوتی میده. 64 روستا مشکل برقی قطع مشکل قطعی برق عذرخواهی میکنم پیدا کردن در اثر سیل که همه این 64 روستا الحمدلله برقشون قطع شد این یکی هم سوژه جدید مشنگستانه که اسم خودشو گذاشته دستیار آخوند رئیسی. من هم مثل شما قطعا موافق فیلترینگ نیستم، قطعا نیستم. اصلا با روح بشر، با آزادی، نمیدونم با هر چی، قوانین ما اصل بر آزادیه، محدودیت استثناست. بنابراین من هم موافق نیستم. احتمالاً اگر از این بپرسید پس با فیلترینگ چی کار کنیم، چنین راهکاری رو پیشنهاد میده. البته این دستیار آخوند رئیسی نعل وارونه و ضد نقیضگویی رو از عظما یاد گرفته. یه نمونه رو با هم ببینیم. افراد نامطمئن تو دانشگاه ها حضور پیدا نکنند. میگن آقا نامطمئن کیه؟ نامطمئن اون کسی است که به یک بهانه‌ای نظام رو به چالش میکشه. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ. نوبتی هم که باشه نوبت تیویریشه و تازه ترین سوتیاش. زیر چرخ ماشین. این 1 2 یا اول فصل. آقا ببخشید. دادم. از اونجایی که عید نزدیکه و همه مشغول خونه تکونی هستن، در پایان توجه شما رو به مشارکت جالب این جوون موتورسوار در شستن فرش جلب می‌کنیم.